حتما این پست رو سیو کن چون مطمئنم به کارت میاد. ابتدا الگوی طرحمون رو روی پارچه میکشیم و به وسیله کریستال شروع میکنیم با تکنیک ردیف دوزی خطوط رو دوخت میزنیم. هر کجا که احساس کردید کریستال ها از خط دارن خارج میشن، برای اینکه هلال گلبرگ ها رو ایجاد کنیم به وسیله چند تا بس کریستال ها رو روی خطوط چفت میکنیم. وقتی به انتهای گلبرگ میرسیم کریستال آخر رو مشترک میگیریم و دوختمون رو از همونجا ادامه میدیم. بعد از اینکه دور تا دور طرحمون رو با کریستال کاور کردیم، داخل گلبرگ ها رو به همون شیوه شروع میکنیم دوخت زدن. حالا برای وسط گل شروع میکنیم به صورت دورانی و دایره‌ای ردیف دوزی میکنیم. هر کجا که کریستال ها از خطتون خط فرضیتون خارج شدن، به وسیله بست ها اونها رو سر جاشون چفت کنید. برای دوختن ساقه ها من از تکنیک ساقه پیچ استفاده کردم، اما شما میتونید هر دوختی که دوست دارید رو اجرا کنید. برای دوخت ساقه پیچ 4 تا میل شکسته وارد سوزنم میکنم و داخل پارچه میشم. برای دوخت بعدی سوزن از نیمه دوخت اول از پارچه خارج میشه و دوباره روی خط وارد پارچه میشه. برای دوخت این برگ ملیل شکسته ها رو یک بار از سمت راست و یک بار از سمت چپ وارد پارچه میکنیم. به همون اندازه که از ابتدا زاویه بازتری رو تشکیل داده باشیم، باید این خطوط اوریب رو بیشتر ادامه بدیم. اونقدر ادامه میدیم که بالای برگ کم کم جمع میشه. وقتی به شکل باریک برگ رسیدیم، حالا نوبت این که برگمون رو ببندیم. برای بستن برگمون از وسط ملیل شکسته ها یک خط صاف دوخت میزنیم و تمام.